دوستانی عزیز، همینطور که بهتون گفتم شما با این روش، با دیدن این ویدیو 100% از این به بعد میتوانید برای خودتان به همین سادگی اینترنت دریافت کنید و پول نقد دریافت کنید. دیگر اینقدر نگران نباشید. میریم سراغ ادامه ویدیو. دوستانی عزیز، ما که بهتون گفتم این برنامه خیلی برنامه معتبر و یکی از بهترین برنامه‌ای هست که در حال حاضر شما میتونید در کشور افغانستان به همین سادگی اینترنت دریافت کنید. این برنامه رو من میتونید از جاهای مختلف دانلودش کنید و لینک دانلودش رو من در دسکریپشن همین ویدیو گذاشتم و در بخش کامنت ها پین کردم و از اینجا میتونید شما این برنامه رو دانلودش کنید. زمانی که دانلود کردین دوستان، اگر فیلتر شکن شما روشن است میتونید اون را خاموش کنید. دوستان به این نکته توجه کنید، اگر فیلتر شکن شما روشن باشد وارد این برنامه شین برای شما این برنامه باز نمی شود. این را هم بدانید. دوستانی عزیز، و زمانی که وارد این برنامه شدین در قسمت اول شما اگر جیمیل دارین میتونید در جیمیل خود این برنامه را وصل کنید. زمانی که وصل کردین در قسمت بعدی این ویدیو میدیم. زمانی که در این برنامه جیمیل خود را وصل کردین و در صفحه اصلی برنامه میایین و در این قسمت ببینید که به همچین صفحه روبرو میشین. اگر در قسمت بالایی اونجا نگاه کنید و در اونجا یه مقدار سکه میاد که من قبلا از این برنامه 100 تا سکه گرفتم و من چندین بار از این برنامه برداشت کردم و نتوانستم برای شما. دوستان، شرایط این برنامه اینطوری است که شما با نصب کردن و بازی کردن بازی هایی که این برنامه برای شما پیشنهاد میده، شما برای شما یه مقدار سکه میده و بعدا سکه های خود را در قسمت ریدیم که اینجا برای شما اشاره کردم و در اینجا میایید. زمانی که در این قسمت آمدید دوستان، نه تنها شما میتونید از این برنامه پول نقد و اینترنت دریافت میکنین و میتونید دوستان از این برنامه برای بازی پابجی موبایل یوسی بگیرین و برای بازی کلش آف کلنس میتونید جیم دریافت کنین. ما با این چیزها کاری نداریم و در قسمت اولی در اینجا کلیک میکنیم. زمانی که در اینجا کلیک کردین در این بخشی براتون اشاره کردم در اینجا کلیک کنین. زمانی که اینجا کلیک کردین دوستان میبینین که انواع تمام شبکه‌های مخابراتی افغانستان آمده و در اینجا شبکه مورد نظر خود را انتخاب میکنم. من در قدم اول وارد شبکه مخابراتی سلام کلیک میکنم و در زمانی که اینجا کلیک کردم دوستان میبینین شرایطش رو دوستان با دریافت کردن 50 افغانی 7000 این قدر دوستان سکه نیاز داریم و در میریم حالا شبکه‌های دیگر رو هم چک میکنیم که میبینید دوستان در هر شبکه قیمت‌های مختلف و سکه‌های مختلف از شما میخواد. زمانی که من در اینجا کلیک کردم و با شما نمایش میدم. دوستان همینطور که دیدین تمام شبکه‌های مخابراتی را دوستان همگیشون یکسان نیست، فرق دارن. دوستان حالا چگونه این سکه ها رو دریافت کنیم؟ آن که در قسمت اول این برنامه ها آمدین و در بخش پلی نو کلیک کنید. زمانی که در این قسمت کلیک کردین برای ما برنامه هاشو پیشنهاد میکنن. زمانی که این برنامه رو بالاش کلیک کردین بالای پلی نو و در اینجا برای شما پیشنهاد میدن این برنامه رو نصب کنید. زمانی که بالای اون کلیک کردین شما را میبرن که این برنامه رو نصب کنید. زمانی که این برنامه رو نصب کردین دوستان و این برنامه رو پلی دادین و برای شما 4000 سکه به صورت کاملا رایگان برای شما این برنامه میده. زمانی که این کار رو کردین دوستان، من حالا این برنامه رو نصب نمی کنم و شما باید این برنامه رو نصب کنید که برای شما بیشتر سکه بده. قسمت بعدی دوستان این قسمت هست که شما در این قسمت میتونین روزانه 300-400 سکه از این جا دریافت کنین که خیلی روش ساده و عالی است که باید تست ها و
پیشنهاداتی که این برنامه برای شما میده شما باید این کارا رو انجام بدین و بعدا از این قسمت هم میتونید شما 3-4 هزار سکه دریافت کنید. در قسمت بعدی دوستان یکی از بهترین و خفن‌ترین راهکاری است که شما در این قسمت میتوانید بیشتر سکه جمع آوری کنید که اگر شما آشنا و دوستهای خود را در این بخش دعوت کنین و این لینکی که برای در این بالا هست کپی بگیرین و با دوستان خود بفرستین. زمانی که اون دوستتان بالای اون کلیک کرد و برای خود این برنامه را نصب کرد و برای شما 4000 تا سکه از این قسمت برای شما به طور اتومات به طور رایگان برای شما میده. خب دوستان همینطور که دیدین خیلی روش ساده و عالی هست که شما با این برنامه میتونید به همین سادگی بینهایت اینترنت دریافت کنید و میتونید پولی نقد از این برنامه دریافت کنید که خیلی برنامه عالی و خفنی است که من قبلا از این برنامه براتون گفتم که چندین بار کسب درآمد کردم و برای شما خواستم من اولین کسی باشم این آموزشو میذارم. اگر این ویدیو خوشتون آمد و برای مفید بود میتونید با لایک کردن و سابسکرایب کردن. اگر مشکلی داشتین ازم در بخش کامنت ها بپرسید. این بود آموزش ما تا آموزش بعد. خدا نگهدار.